نمیتونید حدس بزنید این ساعت چطور کار میکنه. 20 سال و 230 گواهی ثبت اختراع باید صرف میشدن تا بالاخره در 1999 سیکو بتونه از آخرین نوآوری بزرگ تاریخ 1000 ساله ساعت سازی پرده برداری کنه. اسپرینگ درایو، نیروی مکانیکی در فنر یا منبع انرژی ذخیره میشه و در نهایت چرخی به نام گلاید ویل رو با سرعت زیاد میچرخونه. اما مشکل اینجا هست، عقربه ثانیه شمار به گلاید ویل وصله و باید سازوکاری وجود داشته باشه تا بتونه چرخش تند این چرخ رو کنترل کنه. ترای سینکرو رگولاتور وارد بازی میشه. چرخش گلاید ویل از طریق یک آهنربای دائمی و الکترومگنت به انرژی الکتریکی تبدیل میشه. این انرژی از طریق یک آیسی وارد کریستال کوارتز میشه تا اون رو به ارتعاش 32768 هرتز برسونه. آیسی اون ارتعاش رو به یک سیگنال 8 هرتزی تبدیل میکنه و به الکترومگنت میفرسته. در این لحظه الکترومگنت بر اساس اون سیگنال 8 هرتزی تنظیم شده با کوارتز آهنربای دائمی زیر گلاید ویل رو فعال میکنه تا به عنوان یک ترمز مغناطیسی چرخش شدید گلاید ویل رو کنترل کنه. حرکت تند عقربه ثانیه شمار رام میشه. داریم درباره یک نیروگاه برق در ابعاد 20 میلیمتر حرف میزنیم که هر ثانیه انرژی مکانیکی رو به انرژی الکتریکی، انرژی الکتریکی رو به ارتعاش دقیق 32768 هرتز، ارتعاش 32 کیلوهرتز رو به سیگنال 8 هرتزی، سیگنال 8 هرتزی رو به انرژی الکتریکی و انرژی الکتریکی رو به یک ترمز مغناطیسی تبدیل میکنه. شاید لازم باشه این ویدیو رو چند بار ببینید چون